بچه فردا سر کلاس میبینمتون. خدافظ. خدافظ. مرشاد من خیلی ازش خوشم میاد، چیکار کنم؟ بابا برو برسونه، حرف دلت هم بهش بزن. راست میگی، الان میرم. یه لحظه ببخشید، راستش میخواستم یه چیزی بهت بگم. من چند وقته واقعا ازت خوشم میاد، گفتم الان باهات مطرح کنم. واقعیتش منم خیلی ازت خوشم میومد. خوب شد خودت بهم گفتی. واقعا میگی؟ متولد چه ماهی هستی؟ من شهریوریم، تو چه ماهی هستی؟ منم شهریوریم. عجب تفاهمی. حتما آشپزیتم خوبه. من تخصصم قرمه سبزیه. من دیوونه قرمه سبزیم. به ازدواجم فکر میکنی؟ ما خانوادتا ازدواجیم. تو همونی که من میخواستم. میشه بقیه سوالا رو تو راه ازت بپرسم؟ بفرمایید. خب عزیزم خونتون کدوم سمته؟ تهران پارس. داری با من شوخی میکنی؟ نه عزیزم. از تهران پارس میای غرب دانشگاه؟ مگه اونجا خودش دانشگاه نداره؟ مگه چه اشکالی داره؟ بابا ما الان اگه راه بیفتیم 4 ساعت دیگه هم نمیرسیم اونجا. چرا از اول بهم نگفتی؟ من داشتم عاشقت میشدم، آینده‌مو با تو دیده بودم. بابا این چه شانسیه من دارم آخه. تهران پارس چرا؟